کنارش گفت. آوردنش تو مدینه. امیرالمومنین ازش سوال کردن بعد از جریان فیل چه چیزی از پدرت در ذهنت هست؟ جریان فیل که امیرالمومنین فرمودن همون جنگ اعراب و ایران منظورشونه که حضرت تعبیر کردن به جریان فیل. حالا اینم یه نکته قشنگی داره اینجا. اصحاب فیل و جنگ فیل معمولا این رو برای جنگ ابرهه به کار میبرن. این اصطلاحو ما وقتی میگیم جنگ فیل یا اصحاب فیل، شما ذهنتون به کدوم جنگ میرسه؟ به ابرهه که میخواست حمله کنه به مکه و میخواست مکه رو با فیلها خراب بکنه، که خداوند اون پرندگان رو فرستاد سنگریزه انداختند. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. له شد. امیرالمؤمنین اینجا به این دختر میگه بعد از جریان فیل چه چیزی از پدرت در ذهنت هست؟ حمله اعراب به ایران رو حضرت تعبیر کردن به اصحاب فیل. هیچ کسی اینجا بحث نکرده که چرا حضرت تعبیر به اصحاب فیل کردن. نکته مهمش اینه وقتی اعراب به ایران حمله کردن، لشکر ایران سوار بر فیل بودن، با فیل دفاع میکردن. یعنی لشکر یزدگرد سوم فیل سوار بودن و آمده بودن دفاع میکردن یا از ایران. و نکته جالب اینه آقای مشکوری که از نویسنده هاست، ایشون کتابی داره به نام تاریخ ساسانیان. در این کتاب وقتی علل شکست ایران از اعراب رو بررسی میکنه، خب چون یه اتفاق خیلی عجیبیه دیگه، لشکر ایران رو نوشتن 100,000 نفر بوده، لشکر اعراب شاید 10,000 نفر بوده، اصلا قابل قیاس نبوده. بعد لشکر ایران فیل سوار با تمام تجهیزات جنگی و اعراب فقط اسب داشتن و شمشیر، چیزی نداشتن. در ظرف 4 روز لشکر ایران شکست میخوره و اعراب بر ایران مسلط میشه. خب این یه اتفاق خیلی عجیبی، یعنی طبق ضوابط عادی این اتفاق معمولی به نظر نمیاد جز این که تقدیر خداست، یعنی مقدر بوده باید این اتفاق بیفته. این آقا در این کتاب وقتی علل شکست ایران رو بررسی میکنه میگه مهمترین علت شکست ایرانی ها در جنگ اعراب فیل بوده. فیل، خود فیلا عامل شکست شدن. چرا؟ به جهت اینکه عرب ها وقتی حمله کردن به لشکر، فیل ها را آسیب زدن. فرمانده لشکر دیشب گفتیم سعد ابی وقاص بوده، پدر عمر سعد ابی وقاص باورش نمیشد و لذا اصلا میخواست به جنگ نکشه. در تاریخ هست که سعد ابی وقاص نامه نوشت به یزدگرد پادشاه ایران که بیا صلح کنیم، اصلا نمیخواست به جنگی چون باورش نمیشد که پیروز میشن، میگفت ما شکست میخوریم و یزدگرد قبول نکرد، گفت نه ما صلح نمیکنیم، باید بجنگیم. و سعد ابی وقاص ناچار شد که بجنگه چون دیگه توی عمل انجام شده قرار گرفته بودن. رفت سوال کرد که لشکر ایرانیان تجهیزاتشون چیه؟ گفتن فیل. گفت خب فیل به چی حساسه؟ گفتن فیل به خرطومش حساسه. آمد به لشکرش گفتش که شما وقتی که حمله میکنید خیلی درگیر خود افراد نباشید، برید فیلها را از بین ببرید. حالا کی مشورت داده بودی همچین مشورت خیلی پخته ای؟ مقدمه دیگه باید بشه، باید این اتفاق بیفته. فیلها رو زخمی کردن، فیلها که زخمی کردن رم کردن، فیلها که رم کردن لشکر خود ساسانیان به هم ریخت توسط فیلهای خودشون. لذا این آقای مشکور که یه محقق تاریخه، او میگه عامل اصلی شکست ایران در مقابل اعراب خود فیلها بوده. یعنی اگه ایرانی‌ها با اسب می آمدن بهتر بود به حالشون تا با فیل آمدن. کار نداریم، بگذاریم، حالا ما نمیخوایم کلاس تاریخ که نداریم.
میخوایم برسیم به اون نکته امیرالمؤمنین که اون آقا رو بشناسیم یعنی چه. امیرالمؤمنین وقتی از دختر یزدگرد سوال میکنه از این جنگ اعراب، حضرت میفرماید در جریان فیل چه چیزی از پدرت تو ذهنته؟ تعبیر کردن به جریان فیل. دو نکته داره. نکته اول این که حضرت حرمت این دختر رو نگه داشتن، نفرمودن مثلا حمله اعراب به شماها که تحقیرش میکنه، فرمودن قصه فیل، یعنی شماها با فیل آمده بودید. خب البته فیل یه عظمتی داره دیگه، یه هیبتی داره. ولی نکته دوم اینه که شاید حضرت میخواستن بهش بفهمونن که علت این که شکست خوردید و اسیر شدید همون فیل ها بود. چیزی که بعدها محققین آمدن بهش رسیدن، امیرالمؤمنین در این بیانشون بیان میکنه ما حفظتی من ابیکی بعد وقعت الفیل، در حالی که اصلا به اون جنگ کسی جنگ فیل نگفته، اصلا جنگ فیل نمیگفتن، جنگ فیل رو به ابرهه میگفتن. اینم امیرالمؤمنین و نکته دقیق حضرت در این نکته. حالا شاهد اینجاست. شاه بانو گفت یا امیرالمؤمنین، من وقتی شکست خوردیم یک جمله از پدرم یادم آمد که پدرم همیشه این جمله رو میگفت. حالا این جمله به عربی ترجمه شده از زبان خود امیرالمؤمنین. اذا غلب الله علی امره ذلت المطامع دونه، اگر مقدر باشه یه اتفاقی بیفته، تمام اسباب ذلیل میشن که اون اتفاق بیفته، هرچند شما در خلافش رو بخوای انجام بدی. خدا اراده کرده یه اتفاقی بیفته، تمام اسباب دست به دست همدیگه میدن که اون چیزی که خدا میخواد اتفاق بیفته، حتی اگر اون اسباب برخلاف این باشن. و اذا انقضت المده، اینو پادشاه ایرانی میگفته، اگر مدت یک حکومتی تمام شده باشه. خیلی مهمه یه پادشاه این حرفو بزنه، چون معمولا سلاطین هیچ وقت به فکر انقضا و زوال خودشون نیستن، همیشه میگن ما همیشه هستیم. ولی اینکه یه پادشاهی این پیداست عاقل بوده، همیشه میگفته اگر عمر یک حکومتی تمام شد، چنان اسباب دست به دست هم دیگه میدن و هر چی صاحب اون حکومت حیله میکنه که ادامه داشته باشه، مرگ خودش رو ترجیح میکنه. و اذا انقضت المده کان الحتف فی الحیله، اگر مدت یک حکومتی تمام شد، حتف یعنی مرگ اون حکومت در حیله است که حاکم اون حکومت در نظر میگیره، یعنی خودش با دست خودش رو از بین میبره.